کاتیه اینا چی درست کردی؟ خب نگاه دار اینا اول کرش هستن آشود خب کرش که آشود آرتاشا با او یک قاطی کردم هم زدم حسابی به هم بزنی آرتاشا کدوم هم بزنی؟ هر طرف که خواستی ایوری هم بزن 2 تا ایوری هم بزن 3 تا اووری هم بزن خب آرتاشا که هم زدی کرش که آشود خب آرتو کره را به قاطیش کن ولی او داغ نمیریزه روش او یخ میریزی و هم میزنی آتش توش گلوله نشد گلول چی؟ گلوله نشد ها گلوله که گلوله نشد یه ما با شکر میتونیم ولی من با نبات درستش کردم خود دست نکنی نبات او کردم ریختم سرش و دیگه او یخم ریختم و به قول تو اینا این سه هم که توش میبینی کنجته کنجت؟ ها کنجت آدم زعفرون او کرده ریختم توش که رنگش جوری زرد شده یه سوال ها یه سوال سرش کجاست؟ سر چی کجاست؟ گفت رو نبریزیم سرش بریز حالا سرش تش فرق نمیکنه ولی کاچی میشه بهتر کاچی میتونی آرتم با کرش همو اول تابش بدی مثلا آردا تاب بدی به کره بهش بزنی اینجوری با کاچیش در میاد رنگ کاچیش هم تیره تر میشه ولی حالا چون یه ما سرما خوردیم ببینیم تفتش ندادم من هنوز نفهمیدم سرش کجاست. اوی گوش ولی گوش ولی ساعت ببینم